یو سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من فیزیوتراپ هستم. این قسمت اومدم بهتون که آموزش سایت چین کیک و ایتویت رو یاد بدم. اول از همه بریم با هم دیگه خود بیت و درام رو با هم دیگه گوش کنیم که ببینیم به چه شکل هستش. من برای سایت چین از پلاگین های خود FL استودیو استفاده میکنم، از پلاگین ماکسیموس و فوریتی لیمیتر خود FL استودیو. خیلی کاربردی هستش به نظر خودم. ما قبل از اینکه شروع به سایت چین بکنیم باید از اینسرت کیکمون انتقال بدیم به اینسرت ایتویتمون که میایم تو این قسمت کلیک راست رو میزنیم و سایت چین تو دیسترکت رو انتخاب میکنیم. اگر هم روی این حالت بود که هستش احتمالاً شما اینو تا تب بیارید پایین و کمش کنید صداشو، وگرنه اگه این کار نکنید کیکتون تو اون برم صدا میده، دو صدا میشه. من ماکسیموس اینجا دارم، فعالش میکنم، رو پریستاش میرم، رو قسمت کلر مستر رو کلیک میکنم، یه ذره صدای ایتویتتون میره بالا، بعضی وقتا استفاده میشه کرد. و بعدش هم فوریتی لیمیتر رو اینجا آماده دارم، رو قسمت کمپرسورش میرم، سایت چین رو فعال میکنم، میذارم رو اینسرت یکمون که کیکمون هستش. ما کلن برای سایت چین از این 4-5 تا ناب استفاده میکنیم: ترشولد و کنی و ریشی و اتک و ریلیز، که خب هر کدوم از تنظیماتش بستگی به خود پروژه هاتون داره که چجوری بخواد صدا بده. اول از همه من ترشولد رو میکشم پایین تا این قسمت ها میارم و بعدش ریشی رو تا تر میدم پایین و کنی هم همینطور. اتک هم یه مقدار میدم بالا، ریلیزم کمترش میکنم. میگم بستگی به خود پروژه ها داره که چجوری بخواد پروژه هاتون صدا بده. این قسمت که بنفشه کیکمون هستش که اون قسمت که بنفشه صدای ایتویتمون کم شده و باز هرچی با اتک و ریلیز بیشتر بازی کنی بیشتر ایتویتتون کم میشه، مثلا دیرتر شروع میشه. کیک که میکوبه یه مقدار دیرتر ایتویتتون صدا میده. بستگی به خود تنظیمتون و پروژهتون داره در کل. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه و به کارتون بیاد و تو پروژهاتون استفاده کنید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره.